یک خانمی دم در شما رو کار آقای پورتاش نتونستم خانم شهر فرمان کنید. همسر آقای علی پورتاش. مبارک، امیدوارم سالیان سال سلامت و تندرست باشید. شما چقدر خسیسید آقای شاخی گل آوردید. ننه سلیمه، من و شما یه رقص هم داریم برای دکتر هولاکویی. برای هدیه؟ بله. حالا چرا از من مایه می‌ذارید؟ خودت براش برقص. دلتون میاد برای تولدشون نرقصیم؟ و خود ایشون میرقصن بابا. اگه افتخار بدن که چه شود. ایشون از این افتخارا ندن تا صبح بعد اینجا هی نازشون بکشید. موزیک لطفاً. موزیک. علی پورتاش خوب و عزیز، ننه سلیمه که واقعا دفعه قبل التقاطاً چند نفر از دوستان وسط کردن که ایشون خانم هستن، در حالی که علی پورتاش همسر گرامیشون هم که افتخار دیدارشون رو آشنایشون امروز پیدا کردن. ممنونم از محبت لطفتون، ممنونم هم برای گل ولی بیشتر به خاطر هنری که نشون دادی. البته ننه سلیمه بیشتر به شما نگاه میکرد تا بقیه، این رو هم دقیقا من بالا بودم متوجه شدم. ممنونم از همه محبت و لطفتون. من ساعت رو نمیدونم چون ما یه مشکلی داریم. الان ساعت چنده آقای معززی عزیز؟ من همراه 11:04 دقیقه 11:05 دقیقه. خب برای آقای معززی شما بیا هر کار دلتون میخواد بکنید. خانم آقایان آماده این برای کیک و شمفروت کردن؟ من میخوام اینجا از همکاران خوبم خواهش میکنم آقای دکتر که تشریف بیارن روی استیج بر بچه‌های رادیو. از همتون تشکر میکنم. تا شما ها میاین میخوام از تمام کسانی که ما رو کمک کردن در اجرای برنامه، از گیلبرت عزیز که این دکور بسیار زیبا و نور، جیسن بسیار ممنون از شما صدای ما رو داشتن، رضا رایان کیهان و همکارانش، رامان عزیز و از همه بر بچه‌هایی که به ما کمک کردن. فرصت زیاد نیست که بخوام از تک تکشون تشکر بکنم و بازم از اسپانسرهای خوب برنامه تشکر میکنم. جناب آقای نیک کانی، جناب آقای دکتر پسیانی عزیز، جناب آقای علی طلایی، جناب آقای سامان حیدری و همینطور جناب آقای دیوید کنعانی. از همه شما ممنونیم. برای بچه‌ها بیاین به افتخار بر بچه‌های رادیو همراه. ما این میز بلنده برای کریم عبدالجبار گذاشتن. بذارید من این شمع شما رو بیارم. البته بقیه دوستان ما نیستن، ما ادامون البته اون فرید جونه و اونم همسرشون قیقا جون که 2 ماهی ازدواج کردن. 2 ماه نمیشه 13 آگست بوده. خب 13 جولای برهام عزیز که اینجاست و برخی از همکاران خوب عزیز و برحال سپاسگزارم از همتون به خاطر محبتاتون، به خاطر پیاماتون. ممنونم که به خاطر شماست که رادیو همراهه و خوشحالم که در آقای دکتر یه خودی باید فقط چون من شما تو رشدی تا سال دیگه شاید برسیم به اون بالا ولی تا به اونجا برسیم شما یه آرزو بکنین و فوت کنین. صدا بعده
اوکی. من فقط آرزو خیلی مشخص. من دو پسر عزیز دارم که زندگیم در حقیقت همونطور که میدونید با اونا کودکی کردم، نوجوانی کردم، جوانی کردم. هنوزم بهترین هستن. خوشبختانه فریجون اخیراً منزلش رو فروخته، با همسر عزیزش بگاجون هم اونجاست. پرهام گرچه بیشتر اوقات دانشگاه برکلی و بالاست ولی اینجا میاد و هستم. ولی واقعا تمام و تنها آرزوم همونطور که اشاره هم شد این است که تولد بعدم رو یا تولد سال دیگر رو یا تولد دیگر رو ایران باشه. برای اینکه خیلی خوب زندگی کردم، دوستان و عزیزان و مهربانان فراوانی دور برم بودن. زندگی من با شور و شوق و شادی و هیجان و زیبایی‌های خودش ادامه داشته و الان تنها چیزی که کمه خاک وطن. همین. از شنبه تو خوشتون میاد؟